خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و شاگردای محترم. بحث امروز ما یا درس امروز ما درباره لگاریتم است که اول لگاریتم تعریف میکنیم. ارائه نوع دیگری از طاقت یا دریافت توان مجهول میگیم لگاریتم. خب شما در طاقت خواندین که مثلا اگر داشته باشیم 2 به توان 5 این میگیم مساوی میشه به 32. خب پس این اگر به شکل لگاریتم در نظر بگیریم میشه لگاریتم 32 به قاعده 2 مساوی به 5. یعنی در حقیقت اینی عدد به توان ازی میشه 2 به توان 5 مساوی به 32. خب مثال های دیگر هم میتونیم بزنیم. مثلا لگاریتم 81 به قاعده 3 مساوی میشه به چند؟ چون ما میفهمیم که 3 به توان 4 مساوی به 81 میشه. پس لگاریتم از این عدد هم مساوی میشه به 4. یعنی در حقیقت 3 به توان 4 در نتیجه مساوی به 81 میشه. این شد رابطه بین طاقت و لگاریتم. اما لگاریتم در حقیقت دو نوع لگاریتم داریم. یک لگاریتم معمولی داریم و یک لگاریتم طبیعی. لگاریتم معمولی یا اعشاری هم میگیم که بدون قاعده ذکر میشه. مثلا وقتی میگیم لگاریتم 1000 قاعدهش ذکر نشده. در حالی که قاعده ذکر نشده ما از اینجا بفهمیم که وقتی قاعده نداشته باشه این رو میگیم قاعدهش 10 است. یعنی لگاریتم 10 یا 1000 بازم میتونیم 10 به توان 3 بگیریم قاعدهش 10 است. به شکل لگاریتم 10 به نمای 3 به قاعده 10 که مساوی به 3 میشه. خب این یک نوع. این لگاریتم میگیم لگاریتم چه؟ معمولی یا اعشاری. خب اعشاری از خاطر ازی میگه که اعشار چون در عربی داره میگه با او خاطر قاعده ازی به خاطر که دست از او خاطر اعشاری میگه. و دیگه داریم لگاریتم طبیعی. لگاریتمی که قاعدهش ای باشه این میگه لگاریتم طبیعی و این را به ln x هم نشان میده. ln x یا ln x. خب این یک عدد ثابت قیمت 2.7182 یعنی رقم عدد است. این عدد ثابته. همیشه عددی هست که در محاسبات ثابت فرض میشه. پس لگاریتم x به قاعده a یا ln x. ln x از خاطر چی میگه؟ از خاطری که l چی که است از لگاریتم است. خب و n چی از طبیعت در انگلیسی چی میگه؟ نچرال. این گرفته شده نچرال طبیعی. پس ln x یا لگاریتم x به قاعده ای. پس دو گونه لگاریتم داریم. یک لگاریتم معمولی یا اعشاریه و یک هم لگاریتم طبیعیه. خب خواص لگاریتم میخوانیم که دارای چند خاصیت است که 10 یا الی 13 خاصیت چه در کتاب شما آمده. خاصیت اول لگاریتم میگه که لگاریتم 1 به قاعده هر عدد مساوی است به 0. یعنی مثال اگر بگیم لگاریتم 1 به قاعده 2 مساوی به 0 است. به خاطر چی؟ به خاطر که 2 به نمای 0 مساوی است به 1 یا هر عدد به نمای 0 مساوی به 1 است. به او خاطر. خاصیت دومش لگاریتم هر عدد به قاعده خودش مساوی است به 1 یا در مثال لگاریتم
5 به قاعده 5 مساوی است به 1. چرا؟ به خاطر این که 5 به توان 1 مساوی است به 5. خاصیت سوم لگاریتمیه که هرگاه یک لگاریتمی داشته باشیم به شکل جمع، یعنی لگاریتم n مثبت m به شکل جمع است، قاعدهش a در نظر بگیریم. اینی لگاریتم میتونیم به شکل ضرب بگیریم. لگاریتم n به قاعده a مثبت لگاریتم m به قاعده a. این خاصیت سوم. یعنی حاصل ضرب دو لگاریتم مساوی به حاصل جمع لگاریتم ها داریم. اگر لگاریتم n ضرب در m داشته باشیم میتونیم که بگیریم لگاریتم n به قاعده a مثبت لگاریتم m به قاعده a. خاصیت چهارم لگاریتم ایه که لگاریتم حاصل تقسیم مساوی داریم به لگاریتم حاصل تفریق، یعنی لگاریتم m به قاعده a منفی لگاریتم n به قاعده a. مثال در نظر بگیریم. لگاریتم 1000 بر 100 به قاعده 10، قاعده نداره، قاعدهش 10 است، میتونیم بگیریم لگاریتم 1000 منفی لگاریتم 100 که لگاریتم 1000 میشه 3، لگاریتم 100 میشه 2، 3 منفی 2 مساوی میشه به 1. یا ای که مستقیم میتونیم اینجا تقسیم کنیم، 2 صفر از 2 صفر خلاص میشه لگاریتم 10 قاعدهش هم که 10 است مساوی به 1 میشه. خب خاصیت پنجم لگاریتم اگر داشته باشیم لگاریتم m به توان n به قاعده a مساوی است به n ضرب در لگاریتم m به قاعده a. البته در خواصش ممکنه که خواص ها مقدم مؤخر شوه، یکی اول بیاد اون بیاد، فرق نمیکنه. خب مثال اگر داشته باشیم که لگاریتم 25 به توان 3 به قاعده 5، اول میتونیم 3 ضریب قرار بدیم میشه لگاریتم 25 به قاعده 5 و بعدا 25 هم میتونیم که 5 به توان 2 بگیریم، 3 ضرب در لگاریتم 5 به توان 2 به قاعده 5. بازم میتونیم توان بیاریم دی ضرب کنیم، 3 ضرب در 2 ضرب در لگاریتم 5 به قاعده 5. 3 ضرب 2 6 شد و لگاریتم 5 به قاعده 5 از خاصیت دوم استفاده میکنه که میشه 1 و از نتیجه شد مساوی به 6. خب خاصیت ششم لگاریتم یا یک خاصیت دیگری را که در اینجا تذکر بدیم، یک اگر داشته باشیم لگاریتم 1 بر m به قاعده a، این مساوی است به منفی لگاریتم m به قاعده a و منفی را میتونیم به شکل کو لگاریتم بگیریم، کو لگاریتم m به قاعده a. مثلا داشته باشیم که خب خاصیت هفتم لگاریتم اگر داشته باشیم که لگاریتم m به قاعده a میتونیم میره بگیریم 1 بر لگاریتم a به قاعده m، جای قاعده و خود عدد تغییر میکنه. مثلا لگاریتم 2 به قاعده 64 داشته باشیم میتونیم میره بگیریم 1 بر لگاریتم 64 به قاعده 2. و خاصیت بعدیش را میتونیم که به این شکل ارائه کنیم که لگاریتم m به قاعده a را میتونیم که از هر دو عدد به قاعده اختیاری لگاریتم بگیریم.
یعنی لگاریتمی m به قاعده b بر لگاریتمی a به قاعده b. یعنی اینی شکل ما میتونیم به شکل حاصل تقسیم بگیریم و از هر دو عدد قاعده اختیاری لگاریتم بگیریم. خب در خاصیت نهم لگاریتم میتونیم که رو بگیم که لگاریتمی m به قاعده a به توان n این شکل باشه، قاعدهش یک توان داشته باشه، میتونیم بگیریم یکی بر n ضرب در لگاریتمی m به قاعده a. خب مثال لگاریتمی 27 به قاعده 3 مربع میتونیم بگیریم یکی بر 2 ضرب در لگاریتمی 27 به قاعده 3. این 27 باز دوباره گرفته میتونیم مساوی به 3 به توان 3 به قاعده 3. 3 می ضریب قرار میگیرم، میشه 3 بر 2 ضرب در لگاریتمی 3 به قاعده 3 و نتیجه شد 3 بر 2. خب خاصیت بعدیش هم میتونه که به این شکل باشه که اینی عدد هم میتونه یک توان داشته باشه، لگاریتمی m به توان p به قاعده a به توان q مساویه به، میتونیم p و q رو به شکل کسر بگیریم، p بر q ضرب در لگاریتمی m به قاعده a. مثال داشته باشیم لگاریتمی 3 به توان 4 به قاعده 3 به توان 5 میتونیم بگیریم 4 بر 5 ضرب در لگاریتمی 3 به قاعده 3 که مساوی شد به 4 بر 3. خب خاصیت بعدی لگاریتمیه که داشته باشیم لگاریتمی a به قاعده b ضرب در لگاریتمی b به قاعده c ضرب در لگاریتمی c به قاعده d ضرب در لگاریتمی d به قاعده e. اینی مساوی است به لگاریتمی a به قاعده e. این شکل مثال اگر در نظر بگیریم لگاریتمی 5 به قاعده 6 ضرب در لگاریتمی 6 به قاعده 10 ضرب در لگاریتمی 10 به قاعده 20 ضرب در لگاریتمی 20 به قاعده 8 مساوی میشه به لگاریتمی 5 به قاعده 8. خاصیت 12 اگر داشته باشیم که لگاریتمی a به توان لگاریتم x به قاعده a لگاریتم x به قاعده a به توان a است، این مساوی به n باشه. در حقیقت x و n با هم مساوی است. خب در خاصیت 13 میتونیم به این شکل بگیریم که لگاریتم خب خاصیت 13 اگر ما به این شکل بگیریم این رقم خوانده میشه لگاریتم a به قاعده b به قاعده c. این لگاریتم با قاعدهش میشه عدد لگاریتمی برای از این لگاریتم که قاعدهش b و مجموعاً میشه لگاریتمی این عددی که قاعدهش c. اگر این مساوی به n باشه، اگر مساوی به n باشه قیمت x اگر دریافت بکنیم مساوی میشه به a به توان b به توان c کل به توان n. این خاصیت 13.